تو مشکلت تنبلی نیست، مشکلت اینه که ریاضیاتت ضعیفه. تو باشگاه ثبت نام میکنی، 3 روز رژیم میگیری، میری جلوی آینه، هیچی نشده. 10 ساعت زبان میخونی ولی هنوز نمیتونی حرف بزنی. 2 تا ویدیو آپلود میکنی، وایرال نمیشه. نتیجه میگی من استعدادشو ندارم و ول میکنی. ولی بذار یه رازی رو بهت بگم. مغز تو یه باگ بزرگ داره. مغز ما فکر میکنه پیشرفت باید خطی باشه. یعنی اگه 5 واحد تلاش کردی باید 5 واحد نتیجه ببینی. اما جهان اینطوری کار نمیکنه. تصور کن توی یه اتاق سرد نشستی. دمای اتاق -5 درجه است. یه تیکه یخ روبروی توه. دما رو میاری روی -4، یخ تکون نمیخوره. -3 هیچ خبری نیست. -2، -1 هنوزم همون تیکه یخ سفته. تو کلی انرژی صرف کردی تا دما رو بالا ببری، ولی به چشمت هیچ تغییری ندیدی. حس میکنی تلاشت بیهوده بوده. اما به محض اینکه دما میشه 0 درجه، یخ شروع میکنه به آب شدن. سوال: آیا اون گرمایی که از -5 تا -1 دادی هدر رفته بود؟ نه، اون انرژی داشت ذخیره میشد تا ساختار یخ رو بشکنه. به این میگن پتانسیل نهفته. مشکل تو اینجاست که تو توی دمای -1 ناامید میشی و ول میکنی. درست همون لحظه‌ای که فقط 1 درجه دیگه لازم داشتی تا معجزه رو ببینی. به این میگن دره ناامیدی. جایی که اکثر آدم‌های معمولی توش غرق میشن و حذف میشن. خب راه حل چیه؟ چطور تو این دره نمونیم؟ قانونش ساده است. عاشق تکرار باش، نه نتیجه. به جای اینکه هر روز شکمت رو چک کنی ببینی لاغر شدی یا نه، فقط روی این تمرکز کن که تیک باشگاه امروزت رو بزنی. به جای اینکه ویدیو رو چک کنی، روی بهتر کردن ویدیوی بعدی تمرکز کن. وقتی حس کردی داری درجا میزنی، یادت باشه تو درجا نمیزنی، تو داری انرژی ذخیره میکنی. درست مثل اون سنگ تراشی که 99 ضربه به سنگ میزنه و هیچ ترکی ایجاد نمیشه، اما با ضربه 100 سنگ متلاشی میشه. آیا ضربه 100 باعث شکستن شد؟ نه، این مجموع اون 99 ضربه قبلی بود که دیده نشد. ضربه 100 رو بزن.